میگوید الله گفتن اجازت است. ازبک ها الله میگن، خیلی که روس ها الله میگن، یعنی مرادشان الله است. درست است که آدم تلفظش کمتر اهمیت دهد و الله گوید بهتر است. لیکن الله گفتم امید میکنیم که درست است، خیلی که روس ها الله میگن، لیکن اوکراینی ها الله میگفتن، هی میگفتن، چون که در زبان اوکراینی هی هست، در زبان روسی هی نیست. لیکن آدمی که علاقه و عالم دین هست یا طالب علم است و هی را گفته میتونه، چون که هی در لغت عربی هست، چون که الحمدلله رب العالمین، الحمد هی دارد، لله هی دارد، بسم الله هی دارد. یعنی آدمی طالب علم علاقه هی تلفظ کرده میتوند. روس زبان باشدم الله گوید بهتر، الله گوید بهتر. الله نگود به زبان روسی خودش، خیشن نگفته هی گفته انگیرد. و ازبک هایم خوب است که الله گویم و الله گونم امید میکنیم که گناهکار نمیشن. همه علماهای ازبکستان همشون الله تعالی میگن و داملاهای تاجیکستان هم همشون تحصیل کرده بخارا بودن. اصل علم مثلا در تاجیکستان از علمای بخارا می آمد و اونجا الله تعالی میگفتن. هم بسیار داملاهای پیش قدیمه گذشته های ما، استادای ما، همشون الله تعالی میگفتن. ما هم همین سخن بسیار شنیده که بعضی صحبت های کهنه ما الله تعالی میگفتیم.